این زن عراقی دنیای معماری رو تغییر داد. او بتونی ساخته که قوانین جاذبه رو نقض کنه. زاها حدید معمار برجسته‌ای که در بغداد متولد شد، لندن و بعد هم تمام دنیا رو فتح کرد. اون اولین زنی بود که جایزه پر افتخار پریتزکر رو که معادل اسکار در معماریه ولی حتی معتبرتر به دست آورد. به ملکه منحنیا معروف بود چون ساختموناش انگار تو هوا معلق بودن و قوانین فیزیک رو به چالش می‌کشیدن. تو کاراش بتون مثل آب روان بود و زاویه‌هایی به چشم می‌خورد که غیر ممکن به نظر می اومدن. پروژه های برجسته‌اش دنیا رو حیرت زده کردن، مثل مرکز فرهنگی حیدر علیف در باکو که شبیه یه موج غول‌پیکره، موزه ماکسی در روم که دیواراش نمیدونن سقف و کف کجا شروع و تموم میشن، و تالار اپرای گوانژو که شبیه یه سفینه فضاییه. زاها حدید ثابت کرد که زاویه‌های صاف خسته کنندن و غیر ممکن فقط چیزیه که هنوز ساخته نشده. اون نسل جدیدی از معماران رو تشویق کرد که جسورانه‌تر رویا پردازی کنن و با شکوه‌تر بسازن. اگه صفحه فرافکت رو دنبال می‌کنی احتمالاً دیگه هیچ وقت ما رو نمی‌بینی، ولی اگه دنبال می‌کنی تبریک میگم، تا هر روز داری چیزای جدید یاد می‌گیری.